مهندس کلا برخی پله هاش همون زیرش اسگر گذاشتیم. هر پله ای که پا گذاشتی کلا خودش راه زیر روشن میشه. بعد طبقه بالاش این برای سایبون کولروی که کلا پخشه اومدیم یه سایبونی زدیم به عنوان یه آلاچیقی. این هم آلاچیقی داریم اینجا استفاده. هنوز توپکش هم نداشتیم. این هم نمای جلوش نشونه بده مهندس طبقه ساختمونی که برای مهمون درست کرد. مهندس یک کبابپزی، این هم کبابپز. در این کبابپز هم از همین سریع سرامیک حالت ریلی داریم کار. این هم یه قسمتی برای ظرفشویی روشویی اینا استفاده میکنیم. این هم از خود سنگش استفاده کردیم برای جامایش و دستشوییش.